برکاته دوستان و هموطنان گرامی، پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب بهانتو را شکرانه میگم برای تمام نعمت‌هاش. از آن جمله برای بهترین و بالاترین نعمت ایمان است. رب العالمین شکرانه خاص میگم. بعد از آن میخوام یک چند دقیقه در اطراف 7 لیدری غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان با شما یک صحبت داشته باشم. به طور دیگر یعنی که لیدرهای مردم بدخشان را برای شما معرفی کنم. شاید بعضی شما نمیشناسینشان. امروز انشالله درباره اینها کمتر صحبت میکنیم و شما در عکساشون نشان میتیم، نام نسبشون که برای یک روزتون بشناسین و بدونین شما که اینها کیها هستند. مانند این موارد شاید که نو میشناسینشون، بعضی شاید که چند سال پیش میشناختینشون. به هر حال یکی از سببی دشمنی رحمان و قصد گرفتنش از مردم بدخشان هم انمی لیدرها است. سبب اساسش اینمی لیدرها است. میخواه دشمنی کنه، میخواه ظلم روا ببینه به مردم بدخشان، اما این لیدرها سر راه شدن. بلاک پاست میگیم که یک ممانعت شلگباون در بین اینو. اگر اینو نباشن مردم بدخشان هم دیگه مردم منطقه واری دیگر دست به سجده میروانه، با گپ و عملهای افراطگرانه امامعلی لبی میگن، اجرا میکنن هر گپ و هر قانونی که امامعلی میگن. اما یکی از سبب هایی که مردم بدخشان هم استوارن، یعنی که سختانه علیه این رژیم مبارزه میبرند، با میدان هم میبروین، انمی لیدرها. 8 بود، یک تاش در سال 2012 24 ایول، شما میدونین شنویدگی هستین، اخبارات هم دیدین، امام نظر که ساعت 4 صبح در خونش بمب پرتافتن، به هلاکت رسید، شهید. نفری که مجروح بود، اینوالید بود، خوب را گشته نمیتونست، اما رژیم میترسه، دشمن همه وقت میترسه. ترسون چکه؟ برای امو به هر بهانه با قوای سلاح استفاده میکنه و دشمن یا که میگه رقیب شه از بین میبره. خب این 7 لیدر عبارتن از یکم محمد باقر رو، نفری که شما عکسش میبینید. یکی از نفرای هسته که چند روز اخیر هم حتی نامش در رسانه ها میگیره، از زبان وزیر، از زبان رئیسا، از زبان شهروندای عادی نام ای جاری میشود. محمد باقر رو شما یاد داشته باشین هموطنان، در 25 نوامبر سال 2021 وقتی که اعتراض ها شد سبب مرگ گلبدین زیابک افته، این شاد روانده مردم به میدان برآمد. همین نفر، همین محمد باقر هم در همون میدان یک ویدیوی کوتاه داره، یک صحبتی بسیار شدید میکنه، سرسختانه گپ میزنه. من را برای شما میمونم، نفرای ندیده باشید ببینید که چی میگه. چند روز خوب این چیره برای ما شد و شما برای بسیار کوتیم و تمام روزونه تا خدا نشاگ و نزاد خوبو 20 نفر ماجزینه نقلاق ماجزریوتین دیو غلوی ماسین هر بدبخت که دو دی و پتر سالو وینتون تطاعت وز بود خوب خداوی تو نه. دیدن چی میگه؟ بدبخت چون میخونه و میگه که ما زبان فامیلا نمیفهمم، ده کلمه‌ش فهمیدم. میگه ما هیچ قدم قفا نمیزنیم، یگان قدم یعنی قفا نمیزنیم، ای فهمیدگی ما. و بدبخت چون میخونه سخنی که بچه دلی ما های استعفا گفتن، این شخصا برای بنده گپ آسان، گپ یک ساده، این ناراحت کننده نیست. در تمام جهان این کلمه یک همچون یک چی عادی میتونه، کلمه عادی، کلمه سخت گروبی نیست. اما برگومشه بگنش این کلمه سخته. ای باید که دیکتاتور ناراحت شود، اما از استعفا نباید ناراحت شود. خب به هر حال محمد باقر
نفری که پیشوای مردم بدخشان لیدرشون و واقعا مردم در پهلوش در دیگراش هم یکم نفر دیم نفر طالب ایام بکو نفری که رسم شدیدیم یک وقت پالکونیک و قماندانی صحرایی بود یا که در مرز بود در یکی از سرحدهای عمومی ولایت مختار کوهستان بدخشان یا یکی اعضای حکومت کارمند حکومت در وزارت مدافع کار میکرد وقتی با استعفا رفت از وظیفه دست کشید دشمنی حکومت شد اینا چه خیلی بفهمید استعفا گفتن یا که با استعفا از وظیفه رفتن این جنایت است این جنایت نیست شما شنیدین تا امروز یک نفر رئیس ولایت باشه رئیس شهر باشه وزیر باشه با خواهش خودش با استعفا بروه از ترس نمیروه اگر رفتنی هم باشه نمیروه میترسه این کلمه در تاجیکستان یک کلمه بیگانه های استعفا بازم میگم که برای من این کلمه یک عادی کلمه میفورم بگومش که برای گم شو استعفا رو ما ایزا میکشم بگم که اومالی استعفا برای گم شو عادی تری کلمه برای رحمانوف از جانب من نمیاد برای گم شو نبینیمت نمیخواهیمت بدبخت کثیف کثافت لعنتی گپایی که من میفورم بگم سه نفر لیدری مردمی بدخشان یادگار محمد سلامو این نفرم یکی از لیدرها و پیشواهای مردمی بدخشان است واقعا مردم در پهلو اینا هست یا بهوده هیچ نفر بهوده لیدر نمیشوه یک مردم در پهلوشان دستگیریش میکنن برای همون لیدر میشوه یک نفر خودش میتونه لیدر کنه نمیتونه میتونه او امالی رحمان خودش لیدر کرده است اما در پهلوش هیچ کس نیست اما نفرای هستن اونا دولتیان رسمیان و او معاش میگیرن برای همون در پهلوشان وگرنه به معاش اینا یا واقعا لیدری مردمیان در پهلوشان معاش یا اون طور معاش نمیتایه من میفهمم شما میدونید زیرا که این نفر یگون حکومتی نیست یگون نفر میلیونر نیستن این 7 نفره مردم خودشون در پهلوی اینا هستند به خاطر که یا در پهلوی مردم و یا ای مردم دفاع میکنن حیات مماتشون در دست اینا است در دست لیدران هم حیات مماتشون در دست مردم هست و من واقعا طرفدارم که نه تنها ولایت مختار کوهستان بدخشان دیگر ولایت ها باید وقتشون لیدر پیشوا داشتن لیدرهای اسلامی داشتیم در ولایت ختلان ناحیه توبه مرکز دیگر منطقه در روحانیا ملاها اونا ما پیشوا لیدر بدن اما از وظیفه وقتی گرفتن شد اون نفرایی که داد وای گفته گریه میکردن در سخنواشون از پسشون نخستن جان فدایی نکردن خودشون قربان نکردن که اونا در وظیفهشون بیستن یا که حکومت اونا را رانده نکنن تو امروز بازیچه حکومت چی دیگه میفهمین بازیچه چی یعنی بازیشون میکنه هر طرف که بخواد پلاستیلین میگیم کو پلاستیلین یک چرکنجه های پلاستیلین های نمیدونم روسیگر نامش چه چند رنگ داره کو چند رنگ باید که تری توبوتی رنگوش جابجا کنی اونم 4-5 ملای که نوش نگیرن هر روز قریب یک ویدیویی کردستن کو کارشو فقط با مخالفای اونم رنگ نمو بازیچه چرکنجه هم حکومت توشون دادیسته هر طرف از اون جلو ماشینی که بختری انا نگاه کن انا این لیدرها را حکومت کاری کردسته که بکششون یا زندانشون کنه مردم نمیمونشون مردم در پهلوشون چندی خبرها دا خوندیم که وقتی یک نفرش دعوت به دادستانی میکنه یعنی پروکراتور یا که سود یا که ملیسه خونه در پشتش 200-300 نفر میره و میگه تمام بگیرین قطعش صحبت کنین چی سوال های دارین جواب میتن ما در پشتی در نیستیم انتظار دیگر حکومت نمیدونه چیکار کنه مجبوره که جوابشون بده مجبوره جوابشون بده حکومت چی میفوره میفورش که یارو بگیره زندان کنه مردم خاموش بیسته
حکومت این خیلی میفوره. برای همین که ای تلویزیوناشون ای دیگر پهلوها نوار کردستن که با زبانی معلم، ملسا، دانشجو، سرباز، شهروند عادی، رئیس محله، رئیس ناحیه، رئیس شهر، رئیس ولایت با زبانی ها نوار کردستن برآوردستن که مردم خب کنین در ما یارا ببرین زندان کنین. شما خب کنین اما مردم خب نمیکنن، کاری درست هم میکنن. انا گپ درباره لیدرهای اسلامی و دیگر منطقه ها میرود که اگر شما مردم همتریشون میکردین، دستگیریشون میکردین، اما را نمیتونین زندان کنن یا اینکه از منصبشون ای منبرهاشون پایینشون کنن، نمیتونستن. نه شما گفتین ای خدا خودش میدونه یا که خدا بزنشون، گفتین این امروز واقعا همو نیمچمله ها را خدا زده. حکومت نه نیمچمله ها را خدا زده که امروز برآمدن زبانشون دیگه است شده، پلاستلین میگیم که هم بازیچه حکومت شده. چهارم لیدری مردمی بدخشان، زویر رجبو. این هم یکی از لیدرهای غیر رسمیش میگن حکومت، یعنی که بله در دولت اونها رسما شناخته نمیشن اما در بین مردم هستن، یعنی لیدری غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، نامش زویر، فامیلش رجبو. پنجم نفر خورسان مزارو، پنجم نفر یعنی که لیدری مردمی مختار کوهستان بدخشان خورسان مزارو. ششم نفر منور شنبیه و هفتمین نفر امردین علواتشویف. امردین علواتشویف یک چند روز اخیر شما شنیدین خبری بازداشت در شهر مسکو در فدراسیون روسیه. ایرا از نگاه بنده روسیه میسپوره، شاید سپوریده باشش. آدم دزدی از وقتی که ما خودم میشناسم یا که روسیه را شنیدگیم در بین حکومت روسیه و تاجیکستان هست. آدم دزدی یک شهر او فرق نمیکنه دیگه شناسنامه روسیه را داره یا تاجیکستان را داره. من چند بار گفتم میگم، من تکرارات میگم که هر نفری که ضد رحمانوف گپ میزنه یا که رحمانوف در تو معقول نیست یا تو در رحمانوف معقول نیستی، تو بدون که در روسیه گویا در یک ولایت تاجیکستانی مثلا یا در بدخشانی یا در ختلان یا در سوغدی، یعنی در یکی از منطقه های داخل تاجیکستانی، روسیه و تاجیکستان قریب هر دوش یک شدگی در مسئله مبارزه شون، دیکتاتوریشون یک شدگی. شاید همین امردین علواتشویف در تاجیکستان سپردگی باشن. اگر نسپرده باشه بازم من فکرم همین است که میسپارش، زیرا رحمانوف قصد گرفته است، امام علی قصد گرفته است از مردمی بدخشان، از اون جمله از نفرش که شناختن و خصوصا از همین لیدراش میترسه. گفتم که لیدراش در پهلوی مردم و مردم هم در پهلوی اینا است. چهار نفر شاید از همین لیدرها را رحمانوف سال 2012 در اینترپول داده بود، پلیسی بین المللی. یکتش همین محمد باقر بود، یکتش طالب ایانبکوف بود، سیمش یادگار محمد سلاموف بود، چهارمش امام نظر. حتی اون نفر وفات کردگی بود 24 ایول وقتی او را کشتن، اما ماهی اکتبر 2012 یعنی 3-4 ماه بعد در اینترپول دادگیان. شما چه خیلی میفهمید مرده را در اینترپول میتید و گناهشون چی بود است؟ فروش غیرقانونی مواد مخدر. همین 4 نفرش عکسش شما ببینید، فروش غیرقانونی مواد مخدر، یعنی با گره دست پا بگیم که پنجه میکرده هم، خرید فروشی گره را استفاده میکرده هم یا پیش میبرده هم. اگر که همین کار واقعا بکنن، این تهمت های حکومت هم ما میدونیم، شما میشناسین علیه حکومت، نه که اگر راست بگن که شما میدونین که همون 7 نفر یا 4 نفرش همین کار اگر میکرده است، همین حکومت هم را میتونه که در همون حالت فروختنش یا خریدن همون مواد مخدر دستگیر کنه.
میتونه، اما این کارشون دروغه، این گپشون دروغه، این تهمته. حکومت تهمتشون میکنه، حکومت خودش هم کارا میکنه، خرید فروش مواد مخدر خودش میکنه. این را همه میدونین و میفهمین. 31 ایولی 2014 وقت دادستان کل پروکورور گنرالی شیرخان سلیمزاده بود. وقتی که 21 می یک تظاهرات میشود، حتی کمیته امنیت آتش میزنن، وزارت کارهای داخلی شعبهش در ولایت مختلف در خروق آتش میزنن، یک چند اداره دولتی را آتش میزنن، مردم بدخشان. بعد از این یک نشستی رئیس دادستان کل تاجیکستان شیرخان سلیمزاده میشود و برای شما یک نوارش میمونم ببینید که چی میگه. خروق برای من بیگانه نیست. من برآمد کردم اگر شنیده باشی در خروق گفتم که او مردم خروق، من نه همچون پروکورور گنرالی هم حقوق دارم، و غیر از این من همچون شهروند شهر خروق حقوق معنوی هم دارم. به شما ایراد گیرم که برای چی شما اون مردمی که ما 6 سال در اینجا زندگی کردیم و مردم نیست دیگر شده، جنایتکار برای چی دستگیری میکنین؟ و جنایت کلاس جواب شد گویا داخل خروق حرکت کنید، از دست شما هم میگوید. تمام ما دیده شدیم که محمد بخیر جنایتکار است، من نمیتوانم، قرار شد نیست لیکن کرده است و مسئله باید هیچ نباشه. ما نداریم که حتمی او رفته ترما بشینه، اقلا بیاد یک بار پیش سود بشینه و یک اشتراف کنه. هم مردم داند که برای قانون شکنی شخص جواب میگوید. وقتی که میبیند که همون نفرات جواب نمیگویند، این علاقه وای نیست. مردم امروز برای خروق رفتن میترسند. کاری کنیم که مردم زودتر برودیم، هم جوانو را تربیت دیگر کنیم. تا امروز ولی جناب ولی سپار شدن بسیار تجربه انداشته شدن، بچه‌ها را لگیرو آورده است. برای چی؟ برای ببینن این طرف از خروق دیده اینجا که ندیده، به هر حال مفکوره دیگر میشه این طرف اومد. یعنی ولی حرکت کرده شدن که گروه جمع کنن، موجودات مهنتی کار به مایل از اینجا که نیست، اینا روسیه بروم زور اونجا روم باز. ولی حرکت کرده شدن همونجا خونه سوخته شد. اینا 11 میلیون تا ضرر شد. پروکاتور سود ملیسا تو 11 میلیون تا دو تا خونه نوشونه میسوختن. اینا 36 کوارترگی 72 کاسوی خونه میشد. 72 اویل این گنده بود. کوپرو بود طرفتر الکی دو تا خونه به نقشه گرفته شده سوخته شدن نوشونه. بودجه دولت این خوب نبود که همه حادثه نمیشد. یعنی قدر مبلغ اونجا نمیرفت اینجا میرفت. زدن کارگرای ما چی بغیر از روچکه و قلم دیگه چیز نداره. در اومدن کارگرای ما رو 4 نفر از اون به پروکورور ولایت زدن، دندون شکست، بینی شکسته، 3 تا کارگر دیگه رو مون زدن. جو براس میگه اوه ما همین آدمایی که همین جنایت کردن بگیم که رحمت کلام تشکر شما هیچ نگوین میشه آدم. لیکن همه گروه میتینگچی و تظاهراتگرا میگن که نه انا میو از جوگری آزاد کنش. من خیلی خوب ندارم، این صلاحیت ندارم که کنم من خودم جنایت شده میگم. ولی ما گفتیم نه باید جواب گویم. دیدین صداشا شنیدین؟ این هم عکسش هم همون بود. شیرخان سلیمزاده پروکورور گنرالی او وقته خشو گپ میزنه، هم قملایی خشو گپ میزنه که میفرخت گناهگار حساب کنی و برای بشین در نزد قانون جزات بتاش رفقت کنن و برای به رای. همین نامی همون لیدر شون میگیره محمد بقیر. دیدین؟ یا واقعا میترسن، واقعا از اونها میترسن. انمی اگر هر ناحیه، هر ولایت، هر محله هم خیلی بخشون یک نفر اساس نگاه شریعت هم درسته، امیر باید باشه، امیر یک راهنما باید باشه در یک محله، یک ناحیه، یک شهر، یک ولایت باید باشه. همین خدمت کردگی میدونین چست به کماندیر میشود. کماندیر چست یعنی که کماندیر قسمی حربی، کماندیری باتالیون، کماندیری دیویزیون، کماندیر روتا، کماندیری وزواد. همین سربازا به همین میتونن؟ نه، باید که سرباز یک کماندیر در بالای سرش باشه، راهنماییش کنه. شما در چی؟ فقط میگه که مردم طرفداری جنایتکار کردستن. نه، و اگر جنایتکار باشه مردم خودش او رو میگردونن، مردم خودش میگیره میاره در دست شما میتاش. واقعا جنایتکار نیستن اونا، شما این
25 نوامبر بعد از اعتراضها نوارها زیاد شد. از آن جمله یک روز 10 ینور یک نوار برآمد در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شهر خواروق از طریق تلویزیون دولتی ولایت. دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب، تماشا کنین چی میگه. جای جنایتکار پس پنجره است، لیکن سوال به میان میآید که ما شمایان چیکار کردیم؟ و امروز هم خود جماعت اشخاص جنایتکار را که برای پیشرفت حیات و آینده فرزندان ممانعت میکنند رد معرکه کنند، نه برعکس. چون که امروز همین گروه های متشکل جنایتی خود بسیار آزاد اسم میکنم. برای چی امروز یکی از اعضاهای فعال این گروه متشکل محمد باقرов تهدید وکیلان دارد و دعوت دارد مردم که وایهای رد معرکه کنند. برعکس کنی همون مردم که امروز آمده این جنایتکار را رد معرکه کنند. برای چی امروز همه این اعضاهای گروه متشکل جنایتی با کار رو یعنی خادمان دین خلل میرسونند که همون محیط دو محیط 3 روز در همین میدان مرکزی شهر ایستادگی بودند و حتی خادمان دین نتوانستند یعنی همون محیط ها رو گرفته جای قیامتشان رسانند. برای چی امروز خود همون طالب امانبکوف خورسند میرزاروف منور شنبی و دیگرها و حتی شخصی به نام امردین که بیرون از خودش فعالیت امروز وایها معین کرده استودند کی و کی باید با پروکراتور حاضر شود. برای همین از هر کارمند دولتی طلب کرده می شود که کارهای فرماندهی را هنوز هم پرزور نماید. همه چاره ها را اندیشیدن لازم است که مقامات های دولتی ولایت قانون را تامین کرده توانند و خود گناهکاران و جنایتکاران در نزد قانون برای عمل های صادر کردهشان جوابگر شوند. دیدن چی میگه؟ ایران با همون نومشون میگیره محمد باقر، طالب ایانبکوف و نومیتش رو گرفته نمیتونه. میزاریف میگم مزاروف فامیلش میزاریو میگه و اخیراً در نامی امردین علواتچویف میگه که از بیرون نشان داده است، یعنی که تعلیم داده است، درس داده است، راهنمایی کرده است که شما کدام وقت بعد دادستانی برید و اینجا دعوت کرده است. نگاه کنید، دعوت کرده، تهدید کرده است که جنایتکارا را میگه رئیسای جماعت ها شما دعوت نکنید در معرکه هاتون، برعکس میگه اونو را راه ندید، اونو جنایتکارا اونو دستگیری نکنید. ای حکومت طلب داره از مقامات که اینا را هر چی زودتر سیرشون بگیرین. و اینجا یک نفر نگاه کنید وزیر انرژتیکا، من همیشه حیران شدم. من برای همین روزی در همین شما نشان دادم یا که درباره همین گپ میزنم که در هیچ جا محکوم میکردگی باید میدونین کی باشه. یکمش دادگاه عالی، سود عالی، یا یکی پروکراتور گنرالی، نامش نبگیرم، شیر محمد شاهیان دادگاه عالی یعنی سود عالی است. یوسف رحمان پروکراتور گنرالی است. وزیر داخلی رمضان جکی است. رئیس کمیته امنیت سیمین یتیم، وزیر مدافعه شیرعلی میرزا. اقلا باید این 5 نفره یگان تشمیه بود این گپا را میگفت. آخه تو دایی ساختاری تو وزارتی تو فرق میکنه، این قضاوت این گپی تو نیست، کاری تو نیست. لرزیده گپ میزنه. رنگی که من فکر میکنم مجبورش کرده اگر همون ورقه بخون. تو چیکاره ای؟ تو وزیر انرژتیکا، تو قوای برق 74 ناحیه یا یکی دهات در همین ولایت مختار کوهستان بدخشان برق نداره، سال هاست که برق نداره. تو میدونی این رئیسی پامیر انرژی بود 3 نوامبر همین 2020 تعیین شد. 2 سال شده که در همین وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب همچون وزیر کار در آمده است یا که شروع کرده است. 2 سال شد. آخه ترچی گپ زنن چی؟ تو درباره ببرقی گپ زد، درباره به آبی گپ زد، تو چون که ساحه تا
ساحه تای وظیفه تای قضاوت وظیفه تو نیست. نمیشه خودش جنایت های گپ زدن اینت حکم کردن اینت قضاوت کردن اینت خودش نادرسته. تو چیکاره ای رحمان رو یاد گرفتی ها؟ قضاوت میکنی، سود میکنی، آزاد میکنی. و در اینجا رئیس ولایت نوتایینش میرزا نبات قندلاتای علیشیر میرزا قندلاتای شکلاتای ململات هم گپ میزنه. او هم همین گپ رو میگه. برنامه تیار کرده جنایتکارا را میگه مردم شما دستگیری نکنید، ما اونا را زندان کنیم. میگه آشکار گفته استن اونا جنایتکار نیستن. این قندلات هم از 5 نوامبر همین سال 2021 2 ماه 3 ماه در وظیفه در اومدن همچون رئیس ولایت کار میکنه. پای قدم 9 مبارک داره. 5 اومد 25 علاقه خونریزی سر شد. یگانه همین رئیسی که مردم واقعا قبولش داشت در ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیض آباد 3 سال راهبری کرد و او را من فکر میکنم برای انمی مردمی بودنش ای وظیفه گرفتنش. برای مردمی بودن ای وظیفه گرفتنش. زیرا حکومت این رژیم نمیفوره که رئیس مردمی باشه. هیچ وقت قبول نداره. خیلی آدم ظالم قبول داره. مردم در ظلم کنه بسیار قبولشون داره. و بازم بگم که لیدرهایی که 7 تایی که نامشون گرفتیم، یکم طالب ایانبکوف، 2 محمد باقیر و 3 یادگار محمد سلام و 4 خورسند مزار و 5 منور شنبه، 6 زاهیر رجب و 7 امرالدین علاوتشایف. این 7 نفر واقعا باید که در پهلوی مردم هستن. مردم در پهلوی اینا باید باشه. حیات مماتی مردم در دست اینا، حیات مماتی مردم یا در دست مردم. یا باید که ای مردم جدا نباشن، مردم باید ای جدا نباشن. باید اینا را نگاه کنن که رژیم باید اینا را زندان کنه. حتی اگر که زندان هم نتونه با یگان بهونه اینا را با یگان طریق زهر باشه، یگان جو با سنایپر میزنه شون. میگه افغان زدش گریخ رفت افغانستان. لیدر داشتن مردم بدخشان واقعا فایده شون داره، ضررشون نداره. باید این لیدراشون پیروی کنن، دستگیری کنن، چیکاری که تو امروز هم میکردن. و من هم طرفدارم که این لیدراشون باید باشن. رژیم دروغ میگه، تهمت میکنه، خودش گناهکاره، خودش جنایتکاره. چند تا نوار برآمد مراجعت فعالان جامعه شهروندی. همین نوار خالصانه و صمیمی و ایته دل ای پرزیدنت هم طلب میکنن، ای بچه‌شم، ای دخترشم، ای دیگر مقامات که واقعا میگه در این ولایت به سر سامانی ها زیاد چیز است. میگه یعنی رئیس نوتایین یعنی قندلات شکلات ململات واقعا میگه که به ترتیبی ها زیاد کرده است. قوای برق خاموش میکنه، اینترنت تا حال برقرار نکرده، دکترا را، طلبای مکتب، دانشجوها را، معلم ها را، دیگر شهروندای عادی را میگه زیر فشار میبره، زیر نوار که نوار بگیرید، مردم ها بگین که جنایتکار را زندان کنید. مراجعت کرده استم. اینا نگاه کنید راه حلش اینا میاد که اینا میان مراجعت کردن با خوبی گپ زده استن. ای رژیم، ای حرام، ای بدبختا، شما بعد داد این مردم برسه پیش از اینکه بادید برا قیام کنن با میدان ها ببروین. با خوبی شما را گفته استن، شما نمیفهمید. با خوبی شما را گفته استن، با زبان آدمی گفته استن. تو شما بعد داد این مردم برسه. اوخه شما مردم علیش کردن نمیتونید، حکومت علیش کردن میتونید، حکومت علیش کنید. رئیس ولایت مویناش، رئیس امنیتی ولایت مختار کوهستان بدخشان و سرداری وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، دادستانش، سودش، همش علیش کرد. بدبختا را راه حل مشکلات مردم همون بدبختا هم علیشون کنید. واقعا مردمی بدخشان مردمی تحمل پذیر با صبر پرتاقتن. داو کوهستانی که شما هیچ کار برای اون نکردید، هیچ کار، نه راهاشون رو ساز کردید، نه اون زواد و فابریکاشون ساختین. حتی همین لعنتی امامعلی گفته بود که ما 30 سال شما را نگاه کردیم، شما چه کار کردین؟ میگه انا تعنه را بینید، مینت را بینید.
خلاصه صحبت ها همین است که هموطنان گرامی، مردم بدخشان مردمی پرتوقتن، با صبرن و باید که نگاه من، نظر من همین است که ما هم در پهلوی این مردم خوب باشیم و اینا رو تنها نگذاریم و عمل رژیم رو محکوم میکنیم، پیش محکوم میکنیم که با این لیدرها، با این مردم هیچ وقت دخالت نکنید، برعکس شما خدمت مردم کنید و اون نفرای گفتم رئیس ولایت، معاوناش، رئیس امنیت ملیش، وزارت داخلش، دادستانش، پروکراتورش، اینا رو عوض کنید تا راه حل مشکلات مردم برطرف کرده باشید. شما رو به خداوند یکتا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.